پادشاه درویش را به زندان انداخت. نیمه شب خواب دید که بیگناه است. پس او را آزاد کرد. پادشاه گفت حاجت داری که برآورده سازم. درویش گفت وقتی خدای دارم که نیمه شب تو را بیدار می کند که مرا از بند رها کنی، نامردی است که از دیگر حاجت خود را بخواهم. برادران و خواهران عزیز، هر حاجتی که داشته باشید آن را تنها از حاجت برار همه بندگان الله متعال بپرسید. حتی کمترین حاجت خود را از الله متعال بپرسید، چون که مشکل کشا و حاجت روای حقیقی تنها اوست. و چون این خدای حاجت روا و مشکل کشا را گذاشته حاجت خود را از دیگری پرسیدن عاقلانه به نظر نمی رسد. و السلام علی من اتبع الهدى.